الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضی سلام داریم خدمت همه بینندگان عزیز و همچنین شما نونهالان عزیزی شرکت کننده در این جلسه. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از سلسله جلسات درس تجوید مقدماتی و در واقع سومین بخش از بحث های تجویدی و مهمترین و گسترده ترین بحث از بحث های تجویدی رو شروع کردیم. در بحث احکام حروف، احکام تنوین و نون ساکنه رو در جلسات قبلی خدمت عزیزان مطرح کردیم و در این جلسه هم بخوام خدمت عزیزان احکام میم ساکنه رو تدریس کنم. میم ساکنه مانند تنوین و نون ساکنه وقتی که به حروف 28 گانه عربی میرسه احکام مختلفی پیدا میکنه. تنوین و نون ساکنه 4 حکم داشتن که خواندیم و اما میم ساکنه وقتی که به حروف 28 گانه در زبان عربی میرسه 3 حکم رو پیدا میکنه. حنانيك يا أرحم الراحمين وليس سواك به نستعين صفاتك جلت وقدست من مكين مطاع وثم أمين. الله عنوان بحث ما هست احکام میم ساکنه. میم ساکنه یعنی چی؟ یعنی میمی که حرکت ندارد، ساکن هست. مثل که نون ساکنه رو میگفتیم، یعنی نونی که حرکت نداشته باشد. خب احکام میم ساکنه عرض کردیم که 3 حکم پیدا میکنه در حروف عربی. حکم اولش هست عبارت است از ادغام. خب ادغام رو معنا کردیم در جلسه قبلی. ادغام یعنی چی؟ حذف تنوین و نون ساکنه که در مشدد حرف بعدی. شما بفرمایید. حذف تنوین و نون ساکنه در تلفظ و مشدد شدن حرف بعد. احسنتم. البته در تنوین نون ساکنه این حرف رو میزدیم. بهتر این است که بنویسید حذف حرف ساکن اولی هر چی باشه، تنوین نون ساکنه باشه، میم باشه، هر چی باشه، حذف حرف ساکن اولی و مشدد نمودن حرف بعدی. حالا این معنی ادغام. خب میم اگر به خود میم برسد ادغام میشه. خب پس ادغام فقط یک مورد داره. اگر میم فقط به میم متحرکه برسه ادغام میشه. مثالش مثل چیه؟ مثل کم میم ملک. خب میم ساکنه کدومه؟ میم کم. رسیده به چی؟ به حرف میم. وقت
این میم در میم بعدی ادغام میشه. کم میم ملک. ادغام میشه به این معناست که در تلفظ ادغام میشه، نه اینکه در نوشته هم حذف بشه که این حرف اولی به کلی حذف شده باشه. نه، در نوشته ممکنه حذف شه و ممکنه باقی هم بمانه. در اینجا باقی مانده. پس میم ساکنه رسیده به میم، وقتی که میم به میم میرسه ادغام میشه. وقت توجه داشته باشید در هر ادغام میم ساکنه در میم ساکنه 2 حرکت هم باید کشیده شه. این ادغام این هم داشته باشید. کم میم ملک. کم میم. پس از حروف 28 گانه عربی اگر میم به خود میم رسید میشه ادغام. مان چند حرف؟ 27 حرفی دیگه باقی مانده. حنانيك يا أرحم الراحمين وليس سواك به نستعين صفاتك جلت وقدست من مكين مطاع وثم. حکم دوم عبارت است از اخفا. اخفا در کجاست؟ در حرف با. یعنی میم ساکنه اگر به با برسد در اونجا اخفا میشه. مثال، البته این توجه داشته باشید که ما دو رقم که نیست، یعنی 2 رقم میم ساکنه داریم در اینجا که این هر دو به با برسه اخفا میشه. یکی میم ساکنه ای هست که وقتی نون ساکنه قلبی به با میرسید قلبی به میم میشید، یکی اون میم هست، و یکی میمی که در واقع بدل شده و قلب از حرف نون نباشه اونم هست. شامل هر 2 قسم میشه. پس این شامل 2 قسم میشه که شامل 2 قسم میشود. یک قسمش قبلا خواندیم که نون ساکنه میرسید به حرف با و تبدیل میشد به میم. فلذا روی نون ساکنه معمولا در قرآن ها یک میم کوچک می نویسن و این میم کوچک به این معناست که حرف میم قلب از حرف نونه، بدل از حرف نونه. وقت این میم که به با میرسه اخفا میشه. اخفاش را من در جلسه قبلی خدمت شما عرض کردیم چطوری تلفظ میشه. اخفای میم ساکنه هم به این صورت است که لبها به همدیگر خیلی نزدیک میشن اما به همدیگر نمیچسبن، به اندازه 2 حرکت هم کشیده میشه. میشد من بعد. من بعد. پس یکی شامل این قسم میشه، دومی هم شامل خود میمی که به حرف با میرسه، مثل فبشرهم بعذاب علیم. یا فرض بگیرید که کنتم بهی تکذبون. در اینجا خود حرف میم ساکنه رسیده به حرف با، نه اینکه نونی ساکنه رسیده باشه به با. اینجا هم اخفا میشه. اخفاش هم به همون صورت میگیم فبشرهم بعذاب علیم هذا الذي كنتم به تكذبون. و این هم 2 حرکت کشیده میشه. و توجه داشته باشید که این قسمت هم یعنی بخش دوم که اخفا هست، اخفای میم ساکنه هم
به اندازه 2 حرکت کشیده میشه. پس انشاءالله که حل شده باشه. حکم دوم اخفاست. اخفا در کجا؟ میم ساکنه اگر به چی برسه اخفا میشه؟ به حرف با. و حرف با که رسید اخفا میشه. حالا این خود شامل 2 قسمه. یکی شامل اون قسمتی است که نون ساکنه به با میرسید تبدیل میشد به میم. حالا همون میم چون به با رسیده میشه اخفا، مثل من بعد. و صورت دوم اونجایی است که خود میم ساکنه مستقیما به حرف با رسیده باشه بدون اینکه قلبی اقلابی چیزی در کار باشه. این 2 حکم. و اما حکم سوم و آخرین حکم عبارت است از اظهار. معمولا اظهار خیلی آسانه. چی؟ اظهار تنوین نونی ساکنه و چی؟ اظهار میمی ساکنه. خب گفتیم میمی ساکنه در خود میم چی میشد؟ ادغام میشد. میمی ساکنه در حرف با اخفا میشد. خب 2 حرف از 28 حرف شد کم. در 26 حرف دیگه کلن میمی ساکنه چی میشه؟ اظهار میشه. اظهار میشه به این معنا که میم رو ما خودش رو تلفظ میکنیم و سریع هم میگذاریم، دیگه 2 حرکت کشیش این چیزا نداره. پس اظهار در بقیه حروف غیر از میم و حرف با هست. مثالش مثلا یک مثال ساده بزنم، مثل انعمت علیهم علیهم غیر میم رسیده به غین سری میگذاریم علیهم غیر، یا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین به واو میرسه علیهم ولا الضالین. درست؟ میم ساکنه رسیده به حرف واو اظهار میشه سری ازش میگذاریم. یا در سوره فیل مثلا داریم عرض بشد که و ارسل علیهم طیرا ابابیل، میم رسیده به حرف تا و سری ازش میگذاریم دیگه کشیش نداره. پس 3 حکم پیدا کرد. حکم ادغام در خود میم 2 حرکت کشیده میشه، میگیم کم میم. مثال خیلی زیاد میتونید پیدا کنید. و یکی هم اخفا در حرف با من بعد فبشرهم بعذاب، یا ترمیهم بحجارة من سجیل. فرق نمیکنه، هر 2 تلفظش یک رقمه. و حکم سوم اظهار است در بقیه حروف، یعنی 26 حرف دیگه. در 26 حرف دیگه میم تلفظ میکنیم سریع هم میگذاریم به اندازه 2 حرکت هم کشیده نمیشه. این بود احکام عرض کنم خدمت شما که میمی ساکنه. حالا برای اینکه بیشتر انشاءالله جا بیفته از سوره مبارکه عبس انشاءالله همخوانی میکنیم. حنانيك يا أرحم الراحمين وليس سواك به نستعين صفاتك جلت وقدست من مكين مطاع. سوره مبارکه عبس صفحه 585. بینندگان عزیز هم میتونن با ما در این همخوانی شرکت بکنن و همکاری بکنن و قرائتشون رو تصحیح بکنن. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. خب در انجاءهو که کشیدیم چه قاعده اجرا شد؟ نون ساکنه به جیم برسه چی میشه؟ اخفا. کاملا درسته، اخفا میشه. گفتیم ان جاءه الاعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. خب دقت کنید، فتنفعه الذکرى. فتنفعه الذكرى. خب در فتنفعه نونی ساکنه به فا چی میشه؟ اخفا میشه. اما من استغنى. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. در فأنت چی؟ اخفا. کاملا درست. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. وهو يخشى. اینجا چه حرفی بود؟ در وهو یخشا یک صفت استعلا کدوم حرف داره؟ حرف خا. کاملا درسته. فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. در عنه نون ساکنه رسیده به حرف ها. حالا چی میشه؟ اظهار میشه. کاملا درسته. ها از حروف حلقیه. خب کلا انها تذکره. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. خب نون به شین چی میشه؟ حکمش چیه؟ نونی ساکنه به شین اخفا میشه. بازم اخفا میشه. فی صحف مکرمه. في صحف مكرمة. در فی صحف مکرمه تنوین رسیده به چی؟ خب به حرف میم. وقت چی شده؟ ادغام شده. ادغامش هم دو حرکت کشیده میشه. مرفوعت مطهره. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفره. بأيدي سفرة. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب تشکر میکنیم از شما و همچنین بینندگان عزیزی که به این برنامه و این درس توجه فرمودن و امیدواریم که انشاءالله مورد استفاده ایشون قرار گرفته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات. اللهم صل على صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد